4 تا اندرزه که این 4 تا اندرز هم هیچ کدامش نیاز به توضیح نداره و بنابراین عرض کنم که توضیح چندان نمیخواد. من توضیح میدم. نکته اول اینه که به جای اینکه فقط یاد بگیری چگونه میشه پول در آورد، یه چیز دیگه هم برو یاد بگیر. چگونه پول خوب میشه خرج کرد. میکنی هی پول جمع میکنی ولی نمیفهمی این پول جمع کرده چجوری باید خرجش کرد. وقتی اینکه پول داری دل خوش نداری. پول داری کسی از تو سودی از پولت نمیبره. پول داری ولی همسرت در اسرت زندگی میکنه. پول داری ولی نمیتونی به یک گدا کمک بکنی. به جای اینکه هی بری راههای پول در آوردن رو به دست بیاری، راههای دخل پول، برو راههای خرج پولم یاد بگیر تا بتونی بهترین استفاده رو از پول بکنی. وگرنه تو نوکر یه مقدار سکه و اسکناس میشی. این سکه ها رو هم جمع کن، رو هم جمع کن، رو هم جمع کن. اسکناس رو تبدیل به سکه کن، سکه رو تبدیل به اسکناس کن، هر دوش رو تبدیل به ارز کن، ارز رو تبدیل به نمیدونم بازار بورس کن. فقط نوکری. یاد بگیر که یک راههایی برای دخل زندگی وجود داره، یه راههایی هم برای خرج وجود داره. فقط راههای دخل یاد میگیری که چجوری پول به دست بیارم، راههای خرج کردنش هم یاد بگیر تا همسر تو خوشحال باشه از پولی که داری. همسایه تو، برادر تو، همکار تو، دوست تو، بیگانه، گرسنه، تشنه، اینا هم از این گرسنگی و تشنگی با پول تو بتونن رهایی پیدا کنن. این نکته اوله. نکته دومی که اگه میتونی تو عالم بهتر از صداقت چیزی پیدا کنی، معطل نکن خودت رو، برو دنبال اونا. اما گمان ندارم که بهتر از صداقت چیزی در جهان بتونی پیدا کنی. ولی اگه پیدا کردی نمیخواد اینجا خودت رو معطل کنی، برو به دنبال اون چیزای دیگه و تظاهر نکن که میخوام زندگی اخلاقی بکنم. برو به دنبال پولی که میخوای، قدرت سیاسی، رئیس جمهور بشو، هر چی میخوای بشی بشو. نکته سومم اینه که دوست دارم که وقتی ملک الموت میاد دنبال من، سراغ من، به آخر نفسم میکشم، ببینه من دارم اصلاح نفس میکنم. ببینه مشغولم به بهتر کردن خودم. دنبال این باشم. دوست دارم در این حال که من مشغول اصلاح خودم هستم، ملک الموت بیاد سراغم. و نکته چهارم این که هرچی امور بیرونی رو کنترل برشون بیشتر میخواید پیدا کنید، از کنترل بر امور درونی باز میمونید. رو بیارید به طرف کنترل بر امور درونی که عملیه و سودمند. اونا نه عملی ان امور بیرونی کنترل کردنشون، و نه اگر هم میتونید کنترل بکنید سودی به شما نمیدادند. و سلام. امیدوارم که برای دوستان و برای همه ما اینا 1% لااقل زندگیمون رو بهتر کنه. و سلام. خدا نگهدار همه.